درود به همگی. چطورید بچه ها؟ کوروش هستم. امیدوارم که حال همتون خوب باشه و خیلی خوش اومدید به یک پارت فوق العاده ترسناک دیگه از ویدیوهای ثبت شده از جن که توی دوربینای مداربسته گرفته شدن. بریم بعد از چند وقت ببینیم که این چند وقتی که حالا داشتیم ما جستجوها رو بررسی میکردیم، ببینیم که توی این چند وقت توی دوربینای مداربسته از جن و روح چیا گرفته شده و امیدوارم که همشون واقعی باشه. اگه به چیز مشکوکی هم برخوردید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. من بیشتر از این نمیخوام وقتتون رو بگیرم، نمیخوام زمان ویدیو زیاد شه. سریع بریم سراغ این ویدیو. تعداد ویدیو زیاده و اینکه جدیدم هستن میخوام که از مود نیفتن. لایک و کامنت و سابسکرایب منفجر کنید. این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید تا اون عزیزانم از دیدن این ویدیو لذت ببرن و بدون معطلی خب اتفاقا خیلی خوش اومدید به این پارت. بریم سراغ داستان ویدیو اول. بچه تو ویدیو اول من چیزی نمیخوام حالا راجع به این ویدیو توضیح بدم، چون قبلا از این شخص براتون ویدیو گذاشتم و همینطوری که حالا دارم باهاتون صحبت میکنم این ویدیو قبلشه که ازش گذاشتم براتون. اگه یادتون باشه تو فروشگاه کار میکنه، اینجا این سایه رو میبینه که چند تا ویدیو گذاشتم ازش و اتفاقای جدید افتاده. داشته داخل فروشگاه از دوباره همونطوری مثل همیشه کار میکرده و یه اتفاقی براش میفته. اگه یادتون باشه واسه این آقا اتفاقای وحشتناکی افتاده. دو سه بار زدتش. اگه یادتون باشه چند بار هولش داد افتاد. Alright. I didn't remember the cooler being open, but clearly see. خب این فعلا اولین ویدیوشه بعد از اتفاقایی که دیدیم و اینجا سایه رو که دیدیم دیگه. شب بعدی حالا اتفاق عجیبی میفته. این اتفاق داخل خونش میفته و مثل اینکه این آقا انقدر رفته رو مخ موجود، این موجودم وارد زندگیش شده. کنید Oh hell no, bro. Hell, see, bro, I'm telling you, it's following me to my house. اون شدی. Oh, my mama این is following me to my بدبختیش house. تازه الان شروع شده. She's not here. There is no car in the driveway. This is my. I'm literally in the next apartment. Like I just got home from work, and this is what I see, bro. Yeah, haunted. This shit's haunted. This motherfucker followed me to my crib. Hell no. She's not here. Yeah, no, been doing it all day. Yeah, I'm telling you, bro. It's in her kitchen. And people, bro, I'm telling you, bro, this thing is following me to my house. I'm literally, I right there. Yeah, Look, my neighbor's not here. That's my neighbor's driveway. That's mine. This is her apartment, bro. Like, I'm not folding, bro. I'm not going. My father said he's been doing it all day today. And, like, this is the stuff I'm talking about. Cabinet's open. This cabinet is always open. Every time I come out here to let the dogs out, it does this, bro. See? Nobody's in there. Nobody's in there. This light right here.
It's no shortage because they would have messed our apartment up too. Nobody's in there, bro. I know I'm like just looking at my neighbor's thing, but bro, that's like, I'm telling you, that's trippy. Like, nothing has happened at work all day today, and then all of a sudden this stuff starts to happen? Nah, heck no, cause I live right there. Literally, it's just a wall, and I heard it. Nope, nope. خب این اتفاق بعدی و اینجا داره تلویزیون نگاه میکنه که این اتفاق میفته. شب نصف شب هم هستش. Hello? Please tell me you guys heard that. I'm home alone too. Man, I'm not trying to do this. I don't want to go. I don't want to do this. I don't want to go in here. Oh my. Bro. Why is that? What the Who's here? Hello? Nope. شب بعدی I'm home alone again. از دوباره And I'm pretty یه sure شب I'm seeing دیگه something go like in and تنها. out of that hallway back there. البته که تنها نمیشه گفت What the و fuck تموم. is that? یعنی دیگه تموم دیگه. اینجا هم خودشو نشون داد، دیگه علنی کرد خودشو. Bro, I don't want to go back there. I do not want to go back there. چی نمیشه گفت، دیگه بدبخت شد این بیچاره. اینقدر پی اون موجود گرفت، اینقدر اونجا اذیتش کرد، What was that? It was a freaking hand. دیگه چطوری بتونه انگولکش کرد اون موجودو. اینم دیگه دیگه ولش نمیکنه. امکان خونه‌ش هم عوض کنه. بازم همین داستانه. I gotta get out of this apartment. I don't want to go in there. What the fuck are those doing over there, bro? Why is the stuffed animals over there? اینم از این ویدیوی این آقا که قضاوت حالا این اتفاقات، داوری این اتفاقات به عهده شما باشه و حتما نظرتون رو بنویسید رفقا. خب بچه ویدیو بعدی. بچه تو این چند تا ویدیو خدای اگه واقعی باشن یعنی یکی از خفن ترین سبک‌های جن میتونه باشه و اینجا یه جن خیلی خفن، قشنگ همون چیزی که راجع به جن میدونیم، یه سایه بزرگ تو این ویدیو ثبت شده. حالا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا ما یه دانشجوی پزشکی رو میبینیم، همینطور که الان دارید روی صفحه میبینید. این داره راجع به انواع حالا گمون کنم بخیه اینا توضیح میده و داره فیلم برداری میکنه و یهو این وسط یه اتفاقی میفته. بریم این اتفاقو با هم ببینیم. Catgut. The difference is, I'm so sorry, my brain. Okay, here we go. Back. Okay. So here we have two different kinds of sutures. Polypropylene monofilament and chromic catgut. The difference between these two is that this one is dissolvable and it's animal derived, and the sutures last anywhere from 60 to 90 days. یه چیزی میبینه که ما نمیتونیم ببینیم.
بکن خشکش زد. یه نکته عجیبم هستش توی این ویدیو که حالا به اونجا برسیم بهتون میگم. Literally tearing up right now. نکنید اینجا میاد یه پیش حالا پزشک. یکی از دوباره دیدمش، انگار همه اینجا میدونن که اینجا یک موجودی هستش یا یه روحی به قول اینا. انگار قبلا اتفاق افتاده و همه خبر دارن که اینجا یه داستانی داره. اینجا هم خیلی عجیبه. کنید یه دونه کاغذ همینطوری رو هوا معلق مونده. Can you please just show yourself? Just give me a sign. Do whatever you want. سایه رو دیدید خیلی سریع هم رفتش. جن کامل و واضح. و این نکتهش هم خیلی عجیب بود. بچه ویدیو بعدی هم مثل ویدیوهای قبل فوق‌العاده است. ما اینجا یه سایه بزرگم از دوباره میبینیم. اینجا چه اتفاقی میفته بچه‌ها؟ اینجا یه مادر بزرگی رو میبینیم که روی کاناپه واسه خودش دراز کشیده و داره میخوابه. و این مادر بزرگ چندین بار به حالا دخترش گفته که من وقتی خوابم یه سایه تاریکی میاد منو اذیت میکنه. چندین بار اتفاقای ماورایی واسه این مادر بزرگی افتاده و اینا تصمیم گرفتن که یه دوربین کار بذارن تا همیشه حالا مراقب این مادر بزرگ باشن که هر موقعی اتفاقی افتاد یا این دوربین بهشون خبر بده یا حالا کلا نگاه کنن ببینن تو چه وضعیته. نگاه کنید که چه اتفاقی میفته. این اتفاق توی فیلیپین هم افتاده. اون سایه رو الان کم کم میاد پایین. اینجا که نگاه کن انگار میخواد خفش کنه. و اینجا دخترش میاد. نکنید اون فکر میکنه دوده، یه دود سیاهه، ولی ما اینجا قشنگ یه هیبت میبینیم. هنوزم پیششونه.
nga natingin siya niya pag kita daw. Nakita pa kami CCTV lagi kita daw. Makikita ang pati na igmo. میدونم والا چی بگم. خیلی حالا اومده بودن گفته بودن که این میتونه فرشته مرگم باشه. این ویدیو با کیفیت ترشه. اینجا قشنگ معلومه ولی صدا نداره. میدونم رفقا نظر شما چی؟ به نظرتون من یه حسی حالا بهم میگه شاید بتونه یه حیوانی مثل پشه‌ای، مگس که نه، حالا پشه عنکبوتی روی دوربین اومده باشه. من یه همچین حسی هم میکنم. حالا اون نباشه این خانوم واسه چی بود؟ اینکه یهو غیب شد رفت. حالا نمیدونم، هر چیزی امکان داره ولی اینجا اون خانوم این ویدیو گذاشت گفت واکنش گربه مام خیلی عجیب بود. بچه توی ویدیو بعدی اینجا این آقا واسه خودش نشسته بود روی مبل که داشت تلویزیون نگاه میکرد. میبینه که سگش یه واکنش عجیبی داره. اومده رفته تو حیاط و به یه جا پشت سوله‌شون زل زده. چند دقیقه یه بار یه واقواقی میکنه و به سمت پشت سوله میدوه و این اخلاق سگ یکم این آقا رو تو شک میبره که میگه این خیلی عجیبه، هیچ وقت این کارو نمیکرد. میاد که حالا دوربینو برداره و بیاد که حالا رو حیاط فیلم برداری کنه. اینو میبینه. نگاه کنید. این ویدیو رو از ردیت برداشتم و ردیت هم میگه حالا اونایی که توش میگردن میدونن که به فضای تاریکش بری واقعا ویدیوهای خفنی پیدا میکنی. قدشو نگاه کنید. سایه کاملا وحشتناک و بزرگ. ولی اینم خیلی عجیب بود و میخوره که یه جن کاملا واقعی باشه. و این از ویدیو آخر بود. بریم حالا سراغ سورپرایز آخر که یه چیز خفن براتون آورد. بچه توی سورپرایز آخر این چند وقت حالا نمیدونم شما دیده باشید یا نه که مثل که زیر اهرام مصر یه چیزایی پیدا کردن و یه ستونایی پیدا کردن که نزدیک 800-900 متره و از اون انگار برق میگرفتن. ته اون ستونا یه شبیه یه ژنراتور برقی چیزی بوده که این خیلی عجیب بوده. و این اواخر هم یه ویدیوی دیگه هم در اومده که از داخل یه اهرام مصر فیلم برداری کردن که چیزای عجیب غریبی دیدن. حالا نمیدونم شما این ویدیو رو دیدید یا نه. گفتم که بذاریم با هم دیگه نگاه کنیم که خیلی عجیبه. نمیدونم طلاه یا نه.
اینجا رو نگاه کن. اینجاش خیلی پشم میزونه. کم کن طلا باشه نه؟ اسم میکنم طلاه. این مجسمه ها رو میگم با اون در کم کن از طلا باشه. کنید مثلا این تابوت کم کن تابوت باشه. به نظرتون از طلا نیستش؟ یا اینجا این در مثلا یا نکنم اونم انگار اهرامه. شبیه یکی از اهرام مصر هستن. نمیدونم خوده نظرتون رو بنویسید. واقعا عجیب غریب بود دیگه. هرچی باشه اهرام مصر همیشه یکی از دارکترین عجایب این دنیا بوده و هستش واقعا. و خیلی هنوز چیزایی که داخلش هست هنوز کشفش نکردن و 100% یه چیزایی میتونه باشه. و اینم از این پارت از ویدیوی ترسناک. امیدوارم که لذت برده باشید. دم همتون گرم که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید. اگه با این ویدیو تا اینجا حال کردید حتما این ویدیو رو لایک کنید. با دوستاتون هم به اشتراک بذارید تا اون از دیدن این ویدیو لذت ببرن و تعداد بازدید و لایک این ویدیو هم بالا بره. تا ویدیو ترسناک بعدی میبینمتون. مواظب خودتون و خوبیاتون باشید. تا ویدیو بعد. Catch you later.